درود به شما بینندگان عزیز. برنامه فرهنگی و فراغتی درخش اختر است مهمان کاشانه شما. چگونه بودند آن لحظه های کودکی های شما؟ کودکی بی‌غش و بی‌پروا و ما تصمیم گرفتیم که بسیار از هنرمندان گپی حق را پشت پرده محفوظ نگاه می‌دارند. یک سرود غریبی بهرشان زمزمه. دل خوشی نیست در آنجا همه کس سرسانه، وطنی خود به خدا جنت و هم ریزوانه. با شما نیز تماشاگران عزیز این حس واگذار خواهد شد. هجری میدونم که تو هجری هستی جنگاور. چهره‌ات را از من پنهان نکن، لازم نیست. چقدر شد که میدونی؟ مهم نیستیم. تو کی هستی مراد؟ من استاد تو زیا هستم هجری. به من باید یاری کنی هجری. برای پیدا کردن زهرا به یاری تو احتیاج دارم. چی سفسطه میگویی تو مراد؟ چرا میگویی که زیا هستی؟ چون که من هستم هجری. میخوایی که باور کنم تو رو؟ میدانم به این باور کردن بسیار مشکل است، ولی من استادت زیا هستم. تو مگر مرا مسخره میکنی مراد؟ بس کن بیهوده گویی را. هجری ایست. شاید چهره‌ام عوض شده باشد، ولی من همان استادم که سوال میدادی هجری. نه، این امکان ندارد. 2 سال پیش مرا از دست اژدها خواستی نجات دهی، به یاد داری؟ استاد! استاد! نه. وقتی از آن بلندی به بحر رفتیدم، نفری از تشکیلات مخفی دولتی مرا نجات داد. چهره‌ام پاره شده بود. بعداً چهره‌ام را عوض کرده به من شناسنامه نو دادند. از من خواستند که همچون کمیسر مراد برای تشکیلات خدمت کنم. من طول 2 سال هر روز برای گرفتن انتقام زهرایم زنده بودم، ولی نه فهمیدم که زهرایم زنده بوده است. برای یافتن زهرا باید تو با من یاری کنی هجری. تشکیلات با تو کار کردن میخواهد هجری. اگر تو را راضی کرده توانم که با آنها کار کنی. به من کی بودن زهرایم را میگویم.
امونه استادم زیا هستی و کی بودن زهرا را نمیدانی همین خیلی؟ چهره زهرا هم عوض شده است. چی؟ میدانم هجری، این کمی نافهم است، باور کردنش هم مشکل است، ولی همه گفته هایم درست است برادرم. ای بیا بس کن. تو چی سفسطه میگویی؟ دوملا زیا بوده ای، چهرهت رو گویا عوض کرده ای، چهره زهرا هم عوض شده بوده است. تو چی میخواهی مراد؟ کشاد و روشن بگو. آخر همش را کشاد و روشن نقل کردم هجری. چی را نقل کردی ها؟ چی را نقل کردی؟ گویا دوملا زیا بوده ای، چهرهت رو عوض کرده ای، باز کمیسر شده ای. گویا چهره زهرا هم عوض شده است، با تشکیلات کار کرده ایستاده ای. تو چی سفسطه میگویی مراد؟ ای وای، همش را باز از اول نقل کنم. آخر تو چرا خودت رو استادم زیا میگویی؟ مقصدی تو چی است مراد؟ هجری، استادت زیا من هستم. باز این را چند بار به تو بگویم؟ من استادم زیا رو خوب میشناسم. تو استادم زیا نیستی. تو با استادم زیا هیچ مانندی نداری. تو استادم زیا نیستی. هجری، برادری عزیزم، چرا فهمیدن نمیخواهی؟ چهرم عوض شد میگویم به تو. آخر چشمانی من کور نیست. تو با استادم زیا تماما مانندی نداری مراد. با تو بحث را ادامه میدادم، ولی باید عاجلا برویم. لطفا. باور نمیکنم مراد. همراهی تو به هیچ کجا نمیروم. باید کی بودن زهرا را فهمی میگویم. چرا تو مرا نمیفهمی برادرم؟ برای همین تو شخصیتی مرا آشکار نکردی همین خیلی نه؟ باز زهرا زنده از گفته مرا فریب کرده ایستاده ای. این به تو تماما نمیزیبد مراد. آخر همه چیز را نقل کردم، تو باشی تا حال قبول نمیکنی که من زیا هستم. باور نمیکنم. تمام هجری، اگر اولین سوالی به من دادت را گویم، زیا بودنم را قبول میکنی؟ از آنگوی مسجدمان هجری. هجری؟ بله دوملا. نام من زیا. دوملا زیا، بار دیگر خوش آمدید. ممکن است که یک سوال پرسم؟ مرحمت. بابای مولا بعد مردنمان آیا در عذاب قبر شیطان ما را وسوسه میکند؟ هجری بودی؟ همینطور نه پسرم؟ بله بابای مولا. باید آوردی ها هجری؟ بعد از مردنمان در قبر شیطان در عذاب قبر ما را وسوسه میکند. خوب، من چی جواب گفتم؟ آن را به یاد داری؟ آیا بعد مردن در قبر زنده شده نماز میخوانی یا یگان کاری خیر میکنی؟ شیطان با مرده ها کاردار نمیشه. به یادت آمد ها هجری؟ شیطان به مرده ها کاردار نمی شود. و نهایت استادت زیا بودنی مرا باور کردی. شکر. آخر تو را بسیار یاد کردم برادری جانم. یک ثانیه. شاید که تو این سوال را از اکه ایرج پرسیده ای. از اکه ایرج؟ بله. وقتی که من این سوال را پرسیدم در آنجا آدمی زیاد بود. شاید از آنها پرسیده باشی.
وای داد. بله مراد، تو تا حال نگفتی که از من چی میخواهی؟ زهرا را میخواهم من پسرم. میفهمی مرا ها؟ من از پس زهرا هستم، از پس زهرا. خدا رحمتش کند. بسیار آدمی خوب بود. ای تو از خدا رحمتی دوست داشته استادم زیاد چی میخواهی مراد؟ ها؟ نه دوستم، عقل من نمیگیرد. یا من فهمانیده نمیتوانم، یا اینکه تو فهمیدن نمیخوای. هیچ نفهمیدم. تمام شد هجری. خوب، اگر سوالی را که تنها تو و من میدانیم بگویم، زیا بودن مرا قبول میکنی؟ آخر آن سوال درباره نقاب بود کو. خیلی خوبه. استاد نقاب کشیدن جایزه است. البته. سوال به یادت آمد ها هجری؟ خوب، من چی گفتم؟ هجری ببین پسرم، اگر برای یک کار خیر باشد خوب است، اما اگر برای ضرر آدمان باشد هیچ جایز بودنش جای ندارد. چی گفته بودی؟ اگر برای یک کار خیر باشد خوب است، اما اگر برای ضرر آدمان باشد هیچ جایز بودنش امکان نیست. کنیگوی این را هم کی رج گفت هجری؟ کنی هجری بیا رویم، آخر تنها یک ساعتی دیگر دارم. بیا رویم لطفاً. ایستا. شاید همه این را از دفترم پیدا کرده فهمیده ای. خیلی وقت شده است که دفترم را نمیابم، یا اینکه تو آن را گرفته ای. یا خدا، من چی گناهی عظیم کردم؟ مراد این کار کرده تماما خوب نیست. زود دفترم را بده. زود باش بده. هجری از برای خدا بس کن یک روی را. آخر میگویم که وقتمان بسیار کم مانده است. اگر با من نروی کی بودن زهرا را هرگز نمیفهمم. آخر مراد نمیدونم تو چی میخواهی، ولی من باید زود به نزد سنم روم تا بازدید. با کجا میروی؟ با هیچ کجا نمیروی هجری. دستم رو سر ده. با من میروی، از نام تشکیلات کار میکنی. من زهرایم را مییابم، فهمیدی؟ جنگاور با فایده هیچ کس کار نمیکنم. چه خیل با من چنین میکنی هجری؟ من استاد تو هستم. نیستی. گوش کن، شاگردم هستی گفته تو را نمیزنم. در اصل من به خاطر کمی سر بودن تو را نمیزنم. تو چه خیل با استاد دست میبرداری؟ من به تو همین خیل آموزانیدم هجری. مرا تو استادی من زیا نیستی. برای باور کنی که استاد زیا هستم چی کار کنم هجری؟ استادم زیا هستی ها؟ تو استادی من زیا هستی. یک روز از استادم زیا یک سوال پرسیدن خواستم، ولی او مرا جنگ کرده بود. این خیل می شود هجری؟ مگر من تو را جنگ میکنم؟ استاد یک سوال. هجری سوال نپرس، از بایم ویران غضبم را از تو میبرارم. یا خدای توبه. بخشش استاد. آخ هجری، آه چرا تو سرت رو پیش هر کس خم میکنی؟ او مشکل دیگه نپرس سواله. بله هجری، معذرت میخواهم. آن روز کمی عصبی بودم. استادم زیا برای عضو پرسی به مسجد آمده بود. من آن وقت یک نشید میخوندم. حاضر از تو میپرسم مراد، من آنجا کدام نشید رو میخوندم؟
استادم زیا هستی؟ کنی جواب بده. نگفتم من به سراغت آمدم من. نگفتم من آزرده و خسته شدم من. بهاری من خزان گشته نگفتم من. وای هجری چی استعداد زیبا داشته ای پسرم. بسیار خوب خونده این نعت رو. استاد من با شما قهریم، مرا خفه کردید. استغفرالله، تو خفه نشو، ناراحت کردم. استاد من شما رو بسیار ناراحت کردم، حقتان را حلال کنید. هیچ گپ نیست هجری جان، چرا ناراحت شوم؟ وظیفه تو سوال پرسیدن، کار من باشد با سوال ها جواب دادن. همه ما وظیفه داریم آخه. کنی چی پرسیدنی بودی؟ نه استاد، من هیچ چیز پرسیدنی نبودم. نه استاد. هجری وای، کنی پرس سوالت رو؟ نه استاد، نه نمیپرسم. پرس بختا نمیپرسیم استاد. مایلش نپرس، رفتیم. استاد مایلش خیر، یک سوال میپرسم استاد. استاد همین با زبان روسی گپ زدن مگر گناه است یا اینکه نه؟ کنش نه گناه. کدام نشید رو میخوندم؟ نگفتم مگر به تو نگفتم هجری به تو نگفتم من استاد تو زیا هستم. نگفتم مگر به تو نگفتم استادم برادرم. استاد جان برادرم. استاد من شما رو بسیار یاد کردم. مرا ببخشید استاد. استادم برادرم. استاد مرا ببخشید. من چه خیلی نفهمیدم که شما استادم زیا هستید. هیچ گپی نیست هجری، خودت را گناهکار نکن. هم که سوالی دارم که میدونم هجری، میدونم. چه خیلی سوال هجری؟ سوالی بسیار استاد.
ҳамаи саволҳоям ҷамъ шуда. هجری حاضر وقت سوال است مگر برادرم؟ рост мегӯед устод. ҳозир вақти саволпурсӣ нест. ман шуморо бисёр ёд кардам. устодҷонам, худоё ба даргоҳат шукри беандоза мекунам. هجری هجری به من یاری میدهی؟ ман барои устодам зиё ҷонамро фидо мекунам. رحمت اما جنگاور بودن تو را از من فهمیدن میخواهند. устодҷонам, як савол пурсам мумкин аст? چی؟ ба худо устод, баъд аз оне ки шумо чеҳраатонро иваз кардед, бисёр ҷамъ шуда саволҳоям. خوب ولی حاضر وقت سوال پرسی است هجری. ها؟ باید زود برویم که زبید در راه است. باید ماشین را از نزد انبار گرفته گریزیم. устод, як савол дар бораи Америка медиҳам, ҳаминро ҷавоб диҳед илтимос. هجری التماس این خیل نکن. устод, супермен ва капитан Америка ҳастанд ку суперқаҳрамонҳои амрико ҳамаи инҳо сохта бошанд ё ҳақиқат доранд устод? چی؟ суперқаҳрамонҳо устод. هجری тамом устод. хайр, баъд ҷавоб медиҳеда? شد هجری شد. کلی نخوابت را پوش. بیا میرویم. майлаш. شد هجری زود بیا رویم. устод, ҳамон савола раҳбара ҷавоб диҳед. хайр. یا خدایا هجری بیا پیش درآ. устод, منتظر شوید. ба шумо ҳам навбат мерасад, вале аввал навбати он қишлоқи девона аст. сайрами девона? дар куҷо ҳасти сайрами девона? тарсонча кани зуд маро бинам? انشالله که سیرم دیوانه اینجا نیست. санам аз сайра мегузаронад устод. агар ин ду каса рӯбарӯ шавам, бовар кунед якдигарро мехӯранд дар ин ҷо. ایوه ایوه گوش کن هجری، تو حاضر رفتن ماشین مرا گیر. بس سنم خود را نشان نده. کلیدش در درونش است. فهمیدی مرا ها؟ مرا ترسانچک قشلاقی. هجری яъне фикри шумо чи аст устод? ҳамон суперқаҳрамонои амрико аз назари шумо ҳақиқат дошта бошанд? بس کن گفتم. چی خیل آدمی؟ زود رفتن ماشین را گیر. устод, рафтанро мераваму, вале сана маро бо либоси ҷанговар бинад, аниқ мекушад. من روم هجری ها؟ اینجا شاگرد ایستاده است و استاد میرود ها؟ не устод, ин хел намешавад. ин аниқ вазифаи ман аст. инро бояд ман ҳал кунам. фақат дар ин кор марг аст. рафта барнагаштан аст. ҳаққатонро ҳалол кунед. устод, шояд ману шумо дигар во нахӯрем. вай санам аст ку паронгӯӣ мепаронад. агар пеш аз мурданам ҷавоби ҳамин саволамро медодед, бовар кунед беармон мемурдаме. آها تو مرا بسیار غمگین کردی هجری. تو ایز من خودم میروم. не устод, ин хел намешавад. رها کن من خودم میروم. خدا ягон ҷо намеравӣ. چی شد مایمون سنم؟ بلبل بر این میسروی. تو چی خیلی آدمی پس هستی ها؟ در شب نامزدی و خوشحالی هم با این گروهی نوازنده هایت مرا دزدیده فکر کردی هجری رو از دست من گرفته میتوانی ها؟ آخرین دعایت رو بخون مایمون. دیگر راهی بازگشت نیست. یا تو با آن دنیا میروی یا من میروم. خوب ترش تو بیرو. من تو رو با این گروهی نوازندگانت به آن دنیا روان میکنم، فهمیدی؟ هجری اینها به خدا یکدیگرشان را میپرانند. آه دخترهای دیوانه، من با اینها چی کار میکنم؟ بیزار کردنه؟ پسرم با اونها نگاه کن، دیگر گپ رو نمیفهمند. باید مانع شویم. چی کار میکنی هجری؟ استاد به سنم زنگ میزنم، آدم کشی گناهی عظیم است میگویم. تا تو با او زنگ میزنی آنها یکدیگر را میکشند. حیران میشم ببین هم در اینجا تلفن کار نمیکنه. در بالای کوه هستیم آخر. نه
дар ҳақиқат кор намекардааст. хайр чӣ кор мекунем устод? چی کار میکنیم هجری؟ رفتم ما نمیشویم. رفتیم. ай санам духтарам, ай санам. қодир, ин духтари девона духтарамро мепаронад. духтаро ором шавед, зуд силоҳоятонро поён кунед. ин духтаро ё кар шидан ё кур шидан ё ҳайкали чингизхон. هجری کارها تماما دیگر شد کو. ماشین رو چی خیل بگیریم اکنون؟ چی کار کنم من؟ وقتمان هم کم شده ایستاده است. بین مادرم چمنро бин بسیار ترسیده است. مادر جانم сайрами девона боз онҳоро накушад. силоҳоятонро поён кунед гуфтам. ай духтарам, илтимос напарон, ин духтари девонаро напарон. уро мепаронам модар, мепаронам. ту киро мепарони а? туро. истед. комиссар зубайд, пеш аз оне ки ягон кор кунанд, ин духтари девонаро зуд дастгир кун, зуд бош. бобои қодир, ман ҳам дар ин ҷо вазифаамро иҷро карда истодам. сайрам тапончата поён кун. чаро аввал ман поён мекардам, ӯ поён кунад. чаро ман поён мекардам, ту поён мекунӣ, фаҳмидӣ? намекунам. ман ҳам поён намекунам. агар поён кунӣ, бидон ки ту одами пасттарини дунё ҳастӣ. чӣ? ту маро одами паст гуфтӣ? тамом шуди ту қишлоқи озил, мепаронам туро. аз барои худо духтарам, гапи ӯро гӯш накун, илтимос. кани бипарон бина. мепаронам. неки безор кадед. ҳай тапончаотона дар замин монем, намефаҳмед? комиссар, худамро ҳимоя карда истодам. бинед, ин духтар силоҳро ба тарафи ман кардааст. шикоят дорам комиссар зубайд. ин духтар бо гурӯҳи навозандагонаш маро аз шаби, махсусан муҳимам, аз шаби номзадиам дуздидан. охир комиссар, ай ҳамаш тӯҳмат аст. ман одамгарӣ карда барои наҷот додани ӯ омадам, вале ӯ бошад ба тарафи ман силоҳашро нишон гирифтааст. дастгир кунед ин духтарро. чиро интизоред? дантона бигиред. дар нервиҳои сарм ҳар ҷо бозӣ кадене. сарм хорид. ин одаморо ки мурдани вор задай? ҷанговар. ҷанговар магар гуфти ту? ҷанговар? ё ин ки туро ҷанговар дуздид? ба худо медонистам ки домодам намегузорад ки ту бо ҳиҷрӣ хонадор шавӣ. чӣ гуфта истодаи ту модар? ба кадом тараф рафт ҷанговар? ҷанговар ба ин тараф рост рафт. яъне ман ба ӯ тир холӣ кардам, асабӣ шудам, чунки маро ҳиҷрӣ бояд наҷот диҳад. ҷанговар не. ман ба ӯ чандин бор гуфтам, лекин вай маро гӯш накард. баъдан комиссар мурод омад, маро монеъ шуд ва баъдан аз паси ӯ рафт. ман дигар аз он лаҳзаҳо онҳоро надидам. ту ба тарафи ҷанговар тир фаронди? бале. هجری عروست تو را با پلیس میدهد. ҳеҷ напурсед устод. охирин санам аст ку. як бор ба сарам бо ҷоруб зада қариб маро мекуштед. این غیر امکان است. تو اینقدر آدم را میزنی ولی عروست تو را با جارب میزند. یا خدایا این کار را ببین. устод ҳамин хел мегӯед, аммо дар маконе ки дӯст дошад мезанад гул мебарояд, вале ками сахт мезанаду. یا خدایا توبه است. шумо аз ҷоятон наҷунбед, боз ҷанҷол накунед. ман мерам ҷанговарро мебинаму меоям. انا هجری کنی تو رفته ماشین را گیر. тамом. زود باش. با دقت باش. майли шуд. زود. парво накун. диди охир қодир, духтари ту ба тарафи ҷанговар тир холӣ кардааст. чаро ба ӯ тир андохтӣ духтарам? падар, ман чандин бор ӯро фаҳмонда будам. маро ҷанговар не, бояд ҳиҷрӣ омада наҷот медод. падар, ҳиҷрӣ дигар кор надорад омада туро наҷот диҳад. маймун санам, ту чӣ гуфта истодаи девона? дигар номи ҳиҷриро ба забонат нагир, вагарна мекушам. ҳиҷрӣ қишлоқӣ, хомӯш шав, хомӯш. ҳиҷрӣ ҷон, хомӯш шав. ай домодам, ай медонистам ки ҳатман меоӣ. ба худо ки медонистам. کار کرده ایستاده هجری ها؟ کنی خود رو از او رها کن، ماشین را بیار. ай хоҳиш мекунам, охир илтимос моро аз ҳиҷрӣ халос кун. санамро гиру ба дуриҳо бирафт. то вақте ки ҳиҷриро фаромӯш накунад, илтимос барнагардед. ай ба куҷо меравӣ охир? гӯш кун, духтарамро гиру ба дуриҳои дур рафт. ман дилгир шудам, ба худо дилгир шудам. ай ист охир нагурез домодам.
ایست جنگاور نرم کجا میروی جنگاور ایست دامادم خاموش شوید بس کنید آخر شما اینجا یکدیگرتان را میخورید داماد زیبای من گریخت دامادت کی است؟ جنگاور چیکار کرده؟ ماشین مراد کجا شد؟ ماشین کمیسر مراد رو جنگاور دزدید. از برای خدا دخترم بس کن لطفا تهمت نکن عزیزم چون که داماد من هرگز این کارو نمیکنه. تو چی میگویی مادر؟ یعنی من دروغ گفته ایستادم؟ با چشمانم نه به تو باور میکنم مگر با چشمانم دیدم میگویم آخی. تمام همه صدای یک لحظه خاموش استید. بابای قادر این دشمنا را نگاه کن که نگریزن. ماشین موسیقی را گفتم حاضر میام بار میکنم میبرنشون. خطا بار میکنم میبرم. من باید جنگاور را پیدا کنم. الو با شما جنگاور آوردم در مکان گفته اتون هستیم منتظر شماییم تمام آخه سعدی یگان کار بکن بچه مورد دزدیدم ما چیکار کنم آخه کی دزدیده باشه سایرامی دیوانه دزدیده سایرامی دیوانه دزدیده بغیر از سایرامی دیوانه دیگه او را کی دزده محاضی رفته یافته او را میارم تو پروا نکن غم نخور سایرامی دیوانه آروم شوید مادر شما جان. آروم شوید حاضر پیدا میکنند کمی منتظر شوی مادر. ای عدنان هجری کی است؟ نامزدی سنم است کو سنم کی است؟ دختری تقایت تو چخیل جوان مرد هستی ها؟ دختری تقوی من رو میدوزدن تو باشی اینجا اور رو میستی تو چخیل شیری نرستی ها؟ گران کردی با حافظت پدر دختری تقوی هم رو دزدیدن کو؟ دختر تقایت را دزدیدن؟ بله کی دزدیده است؟ برای چی دزدیده است؟ کی دزدیده است؟ آخه پیشتر از اینجا دزدیدن کو؟ یا خدایا توبه این چی گفته ایستاده است؟ سنم رو میگوید سنم رو سنم را؟ شما پروا نکنید مراد سنم راه نجات میدهد. همین خیلی نیست زینب؟ ها جانم ها. رو بس اینجا گم شو بهتر بیا رو گفتم بطور گم شو جناب عزمی این سایرامی دیوانه بچه مرا باز سنم گرفت از گفتن نپرانده باشد. آی نه جانم این خیلی نمیشود آخه اینقدر واهمه نکنید تنها او رو دوستیت گیر پراندن کشتن تمام مادر جان این خیلی نیست شما تو خواتین چه ها نشوید. میگویی؟ نه این خیلی نکرده است شوخی کرده ایستاده است شوخی نمیکند مادر. салом бинандагони азиз агар хоҳиши филми ҳидоятро ба таври аслӣ ки аз қисмҳои 2 соата иборат аз тамошо карданро доред пас ба ютуб канали Сабина HD дохил шуда аз филмҳо дидан кунед. агар филми мехостагиатонро наёфтед ба мо муроҷиат намоед ва мо дар муддати 12 соат филме ки мекофтед пайдо намуда пахш мекунем. умедворам филмҳо ба шумо писанд меоянд. обуна шудан ва дастгирӣ карданро фаромӯш накунед. آمد انا خواسته‌تان را کردم چخیلی که قبول دادم جنگاور را به شما آوردم اکنون کی بودن زهره را به من گویید نقابت را کش
همون مؤذن محلاتون نیست مگر؟ بله همان است. جنگاور مؤذن محله تو بوده است؟ بله چی شده است؟ تو ما رو مسخره کرده ایستاده ای. ما از تو جنگاور رو میخواهیم، تو باشی به ما مؤذن رو میاری. از این جنگاور میبراید مگر؟ چی گفتن میخواهید؟ از من جنگاور را خواستید، او را به شما آوردم. اکنون به من گوید که زهرا کی است؟ با تو گفتیم جنگاور را بیار، تو باشی مؤذن رو آوردی. آخر در کجا گفته شده است که مؤذن جنگاور نمی شود؟ این جنگاور را چرا از ما پنهان میکردی؟ چه خیل پنهان کردم؟ انا آوردم جنگاور را. این جنگاور است. کارت با ما تمام شد. زهرا شنی رو هرگز پیدا نمیکنی. ایستید یک دقیقه. با کجا میروید شما؟ چه خیل پیدا نمیکنم. انا برای شما جنگاور را آوردم. هجری یگان کار کن آخر. چی کار کنم استاد؟ چی میدونم پسرم، نخوبت را پوش، یک خودت را نشان ده. من چی میدونم، خودت خوب میدونی. یگان کاری کن. مایل سبحان الله. هجری ایست وای آدم گریخت. بیدو از پایش میشوید. خدا لعنت کند. مرده است. دیگر اصلا زهرایم را نمیبینم. خدا نجات داد جانم. خوب هستی؟ خوبم زینب. رحمت. سانم دخترم رو جیانی دیوانه تو سیرم دزدیده است. خدا رو شکر که جنگاور اومده دخترم رو رها کرده است. چه خیلی نباشد او داماد من است. ای زنک دیوانه شده. جنگاور داماد مای میگه. باید چی میگفتم؟ یعنی اون پسری مؤذن تو رو داماد میگفتم مگر؟ چما سنم رو به هجری دادیم. فراموش کردی زنم جان؟ دادیم و چی شد خودیره؟ دیدی که دخترمون رو دزدیدن. با جای اونی که داماد ما شده است دخترمون رو صاحبی کند حتی در اینجا نیست. کنی پسری تو در کجا است؟ در حقیقت در کجاست هجری؟ بچه ما در کجا؟ مادر جون با فکرم باید این رو از سیرم دیوانه بپرسیم. من پرسیدم. سیرم دیوانه نمیدونه. اون نمیدونه که هجری در کجاست. معلومات نداره. کمیسار مگر سیرم رو محکم کردید؟ نه نکردیم. او قد دلیل نداشته محکمش نکردیم. ولی نوازندگان رو دستگیر کردیم. همه شو رو محکم کردیم. بسیار خوب. چلا؟ یعنی اگر هجری اینجا نباشد پس در کجاست؟ یا اینکه هجری رو هم دزدیدند؟ یا اینکه جنگاور هجری رو دزدیده است؟ نه سنم، جنگاور هجری را ندزدیده است. ماشین مراد را دزدیده است. رو با از دست دادم را. همه دفعه با قپمش میقپمش. یعنی جنگاوری مشهور رفته هجری رو میدزدیده؟ همش سفسطه است. چی؟ او هجری را کی دزدید؟ بچه ما کی دزدید؟ یگان کار کنه بچه ما بیاوه. پدر التماس هجری هم رو پیدا کن. التماس او رو به نزد من بیار. آرام شو دخترم، آرام شو. جناب زبید
جنابی مراد در کجا است؟ راستی گپ عالم ببی منم نمیدونم. تلفنش هم خاموش است. اگر زنگ زد در رو بگو شما در زنگ بزنم. مالش استاد بسیار زیق شدم به خدا. یعنی این خیل شدنش را نمیخواستم. کاش که نقابم را نمیکشیدم و اون آدم بر نمیگشت و شما زهرا را پیدا میکردید. تو غمگین نشو هجری. تو گناه نداری. استاد کمتر وقت داریم کو سوالم را دهم ممکن است؟ سوال؟ همون سوال امریکا بود که استاد. آخر هجری مان تو همون امریکا را؟ من در فکر زهرایم را پیدا کردن هستم و تو از من سوال میپرسی. من وقت ندارم به سوالهای تو جواب دهم. میبخشی؟ ای استاد با اذن خدا انشالله اپای زهرا را پیدا میکنیم. زنده است کو؟ خیر استاد سوالم را میپرسم. من همون سوپر قهرمانای امریکا حقیقی باشند؟ هجری رو از برای خدا لطفاً. یعنی همش در کینو است؟ هجری امشب شبی نامزدی تو است میفهمی؟ در درون مردم تو را انتظارند. این را در جای بد گذار. بعداً میپرسی. رفتیم. استاد تا در اومدن تا جواب میدادید. کنی درو با درون اطلاع نکن در اومده است. یا خدایا هجری در کجایی؟ بچه جان در کجایی؟ بچه وای بچه می ای بسیار ترسیدم که دزدیدنم. بچه جان وای بچه جان می هجری سنم خیلی خوب هستی؟ خوبم سنم. انشالله تو خوب هستی؟ من هم خوبم. البته زیر سایه جنگاور خوب هستی دخترم. یعنی هیچ کس دیگر تو رو با چشم بد نگاه نمی کند. رحمت به جنگاور. به این هم به زور از دستم خلاص شد اما دفعه دیگر انیق میپرونم. ای خدا نشان ندهد سنم. سنم تو چرا جنگاور کشتن میخواهی؟ گناه است. با من چیه؟ بگذار از من دور شود. آخر من دختری نامزددار هستم. در حق جنگاور کاری خوب نکردی. تو چرا همیشه پشت جنگاور رو میگیری؟ آخر تو غرور نداری؟ نامزدی من تو هستی. تو باید تو مرا نجات میدادی، جنگاور نه. مراد همکار مدیر به امنیت دعوت کرد. گپی مهمی داشته است. مدیر چی میگفته باشد؟ من از کجا میدانم؟ خب میرویم. بچم بیا خونمون میریم. جونیو چند وقت شده که خونه نرفته. من ترا یاد کردم و اوتتم. اوه خیریت؟ نه هجری هرگز به اون خونه نمیروی. اوخی چخل خونه نمیروم. تو نیکوها خونه دا میسته؟ اجازت نمیدیم هجری. تو اون وقتی که در اون خونه سیرم دیوانه است تنها ایستادن تو ممکن نیست. نمیشود. دختر در خونه نایسته در کجا میسته؟ تمام. هجری میتواند در خونه شما ایستد ولی با یک شرط. سیرم دیوانه رو از خونه پیش میکنید. اوخی یعنی ما را چخل پیش میکنم؟ بیان مهمون چخل پیش میکنن؟ ای بای ولی پدر یگون گپ بگوی. آخر اون سیرم دیوانه باز اومده هجری رو میدزدد. شاید فکر هجری هم رو عوض کند. یگون کاری کن آخر. ولی دخترم باید یک چند روز در خانه اش باشه. آرام باش. اکنون شما نامزد هم هستید. خوب شما کفالت میدید که سیرم دیوانه هجری رو نمیره باید. مایلش میتیم شد دیدی کفالت دادن. تمام. اما پدر ای دخترم از برای خدا بگذار رود. شاید دیگر بر نمیگردد و من تو رو با جنگاور خونه دار میکنم. اوف مادر. تمام سنم مشکلی نیست. وحیمه نکن. بعد همه شار میکنم. نمیشود هجری. تو رو در آن خونه با اون دیوانه تنها نمیگذارم. من هم میروم. دختر تو کجا میری؟ توی نکنیم تو خونه ما نمیستی؟ چرا؟ سیرم دیوانه ایستاده است که من هم میروم. این خیل در هیچ جا نیستی. اول توی میکنیم بعد در خونه ما میستی. نمیشود.
مادر، پدر. نمیخواهم. بله فهمیدم. بیا. جنگلمو ممکنه؟ شد. روز بخیر. این برک سوز استی؟ بچه ها بفرمایید. تشکر. گوش کنید بچه ها، خیلی وقت زیاد شده است که از پس یک مافیای کلان هستیم. پدرشان مرد، جنازش پگاه برپا می شود. برای آشکار کردن جنایتکاری های مافیا یک فرصت خوبی داریم، ولی برای این به یک نفر احتیاج داریم. این وظیفه را من بگیرم. همین وظیفه شما دعوت التماس در سر شیخ صدقه. همه وظیفه را فقط شما مراد میتین. اگر همین وظیفه را مده نتی علمیجا جدا میکنم سر کلتا. به خدا زبید رو انتخاب کردنی بودم. سردارم گوشم به شما چیکار کنم؟ داملوی ساخته میشوی. داملوی ساخته؟ بله زبید. یک فلش کارتایی هست که همه جنایتکاری های آن آیله را آشکار میکند ولی پنهان کردند. برای آن مافیا را آشکار کردنمون باید آن فلش را به دست داریم. پیشتر یک چند بار هم به خانه در آمد و جستجو کردیم ولی فلش را پیدا نکردیم. زبید پگاه همچون داملای ساخته وظیفت را شروع میکنی. وظیفت به خانه آنها در آمده در کجا بودن فلش را مقرر میکنی. آخر وجدان انسانی سردارم وجدانم نمیبرداره که من این بوسا را بکشم، به خاطری که گناهکار میشم. سردارم زبید استاد این کار است. به این هم خودش این کار را میخواست. بله زبید، پسرم خودت پیشتر نگفتی که سردارم التماس این وظیفه را به من دهید؟ بله، حتی علاوه کرد که همیشه مراد میگوید. اگر من میفهمیدم که وظیفه همه وجدان انسانی به کلش نمیگرفتم سردار. زبید، مگر پدری تو داملا نبود؟ این وظیفه را از تو دیده کی خوبتر اجرا میکند؟ پدر من سال پیش داملا بود، وقتی بس کرد کلتکلس ابله پدر ما دیوانه کرد، سرش ویران شد، داملاگی را بس کرد نفقش روان کردن. حاضر خانه اجاره میکرد تمام. پسرم پدرت به تو قانونهای شریعت را ناموخته بود؟ سردار مرا گفت که داملاگی بسپر، نسپریدم. برای همین چیزای دینی را نمیدونم. بخشش مدیر، پدر زبید یک کورس زودآموز این اختصاص را با او میآموزاند. سردارم این کورس زبان انگلیسی که پدرم برای من میآموزاند. دوزخی از من داملا تماما نمیشود سردارم. مراد میشود. نگاه کن، یک بار چهره مراد نگاه کن سردارم. افت و اندامش نگاه کن. من یک داملای خیلی گرو میشم. یک بار روی مراد نگاه کن، نور داره. در اصل مراد حدیثای بسیار میدونم، من هیچی را نمیدونم. همه دعا را میدونم. بعد داملاگی او مانندی داره. من ساله را بین. چی کار میکنی؟ من ساله ایشا گنبزی گردونه ای ابرویشا تقی سلیمونه ای ایفتی خنک در حیاتش داملا نمیبرویه. در حقیقت همین خیلی مراد به داملا شدن نزدیکتر است. او سردارم روی نورانی داره. اما سردارم من چی میفهمم از داملاگی؟ آخر شما چیکار کردنتون را میفهمید؟ بله مراد، پگاه بعد از نماز پیشین نماز جنازه را خوانده وظیفت را آغاز میکنی. امیدوارم از عهده این کار هم میبرایی. منم 100% باوری دارم. زود به کار شروع کن. پگاه نماز جنازه میخونی. در این بین میتوانی از پدری زبید جناب عظمی هم یاری طلب کنی. از جناب عظمی؟ البته بین هم پدرم مراد رو بسیار دوست میدارم. هر دشان 0 به 0. سردارم چونین نکنید قربان چشمانتون، با جناب عظمی این کارها نمیشود. آخر بچه ها این مسئله پوشیده شد. مرحمت بابایشون بمانده برای کار سردارم. اکنون چیکار میکنم همکار؟ نماز را چخیل میخونم.
ای بچه فکر بسیار نکنه. در این مسئله پدرم تده یاردم میکنه. به این هم خودت میدونی که پدر من ترا چقدر دوست میداره. گردت مثل پروانه تو میخوره. باور که محبت ترا بین پدرم میبینه رشک میوه تلخم میکفه. فهمیدی دیوانه؟ سبسته نگو. یا خدایا تو دیروزا با همین لباسا قد کوچه میگشتی. حاضر باشه با فخر ناز داری. تو در این کار تجربه زیاد داری میفهمی؟ استاد یک سوال دارم اجازت هست پرسم؟ اگر شب فراموش کنی چشمات نپوشی خواب برای اگه نگور میشه؟ خاموش شو که حالا یک قوطی سقیج را بعد دهانت میزنم دمت میگیرد. گم شو. سقیچی چی؟ باز مسخره میکند ابله. دامولا این سوال من جواب ندادی. جایز باشه یا نه؟ بابی شان اوف مادرشی مادرشی نفسم گرفته. چی شد دیوانه سرم؟ رنگ و رویت پریده است؟ مرا دیده بسیار حیران شدی. خاله جان این کنده دراز اینجا چیکار میکند؟ دخترم یورا فوتیا کردیم. یگون کار کردن نمیشود دیگه. ای دستمون دیگه یگون کار نیومد. تو آدم واری هجری را دزدیده نتونستی باز گم بزنی. لقماهی است. مکان ندارد. کنده ها در باغچه بسیارند. این کنده را برده در باغچه شینونه. دیگر ایستادن در این خانه لازم نیست سیرم دیوانه، چونکه ما با هجری نامزد شدیم. مادامی که ما نامزد شدیم تو میتوانی به قشلاقت برگردی. تو چی ها گفته ایستادی میمون؟ اینجا خانه خاله من است. هر وقت که خواهم میستم. عروسی ناخوانده تو هستی میمون. اینجا خانه خشتامنی من است شیرینم و اگر من نخواهم تو در اینجا ایستادن نمیتوانی. خاله جان دیده ایستادی؟ عروسی موری که به خانه‌تون آوردید از حاضر زبانش را نشان داده ایستاده است خاله جان. ای دلی من بسیار میسوزد به حال تو. شد مایلش 2 روز دیگر است ولی بعدا انیق بیرم. فراموش مکن. تو میروی. آخر ما با هجری نامزد شدیم. فهمیدی خانه من است. تو میروی با خواهشی خودت دفع شده از اینجا میروی. تو میروی قشلاقی؟ تو میروی. فهمیدی میمون؟ تو میروی گفتم. تو میروی. بس کنین لعنتی. تو میروی. سایرم ایسته چیکار میکنی؟ سایرم نکن قربان چشمانت شوم. آخر که یگون کار کن. تو میروی. آخر ما با هجری نامزد شدیم. تو نمیفهمی مگر اینو؟ تمام سنم جان التماس خودت رو به دست گیر. سایرم التماس تو هم بس کنه. میکوشم تو رو نصف میکنم. پگاه جزدانت رو جمع کرده از اینجا دفع شده میروی. تو میروی. فهمیدی؟ هم دیگه هم میخرم. فهمیدی؟ آسیا عقل تکار فرمان. من بزنن کدوم مشکی زور برآمد زنده موند هموش کلیدی ما. تو میروی. در اینجا باز دامولای ساخته میشوم. اگر دامولا میشوم و نماز جنازه رو چخیل میخونم هیچ نمیفهمم. کالتاکیلس آمدی؟ من آمدم. من این ساله و جیله که با مسجد برد و ماندم آمدم در توی قیامت شده که سایرم دیوانه را عیده سلام خلاص کردی؟ خلاص کردم. حلالت بود. یه بچه پرونوش همه کینوی این دیست که همه قدروغه که باید زورا را در 24 ساعت میفتی نیفتیمش بچه کارت کردن. آن کار نشد. باور که بسیار زیر شدم. آن را گذارو. تو اینجا چی کار میکنی؟ تو به کفن خانه نداری؟ با تو نگفتم که دیگر با اینجا نیا. ای بچه من ترا نگفتم که مرا هر یک خانه سر کردگن که این خانه تو هیچیه در پیش خانه او. رسوا کردی همی سریالا ده نموندی همی کنار سوز تماشا کنیم در 5 در اومدی. اینجا برای تو کینوتئاتر است. چرا در خانه من تماشا میکنی؟ ای جوره کم تلویزیون پلاس که گفتی
این سالا رو بورده کو با گپی ما اومدی نگفتم که برای زهرا رو پیدا کردم با جز فکر من دیگر راهی نداری. شوکت از اینجا رو و دیگر چیکار میکنی کردن گیراخیر؟ در حیاتم یک گناه کردم همین جیلک سالا رو اماشی دزدیدم تا خدمت بخشیدن نتونستم. به عقل شوکت جیلک رو از مسجد دزدیدیم باز اون رو برگردوندیم. نباشه سالا رو گفتی؟ از امنیت. از امنیت؟ بله از امنیت. آخر من پلیس هستم که عملیات میگذرونم. عملیات ها؟ به بدبخت امنیت که بده بچه نرفتیم ما مسجد دزدیدیم یا شوکتی بگناه رو بر کردی. امیره بر وقتر نمیفهمونی گناهگار میکردی. با تو چی را فهمونم؟ همش گذشت. اگر این شب رو برای تو زهر نکنم مرا سایرمی دیوانه نگویند. این دیوانه این دفعه شاید هجری رو هم دزدد. باید با دقت باشم. هجریم رو تماما تنها نمیگذارم. من باید رفته از مراد یک سوال پرسم. ака чикор мекунӣ савол интизор шуда метавонад вале инҳо мунтазир шуда наметавонанд хонаро ба сара мо чапа мекунанд шинед 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 бояд саволамро пурсам. ака баъдан мепурсӣ илтимос биншӣ дар бораи америка мепурсам. чӣ хел америка ман меравам. не духтарҳо ягон кас намеравад. ман худам танҳо рафта мепурсам. ман ҳам меравам. ман ҳам меравам. ту чаро меравӣ? шояд ягон масъалае бошад. ёрӣ медиҳам. не ман меравам ту инҷо мемонӣ. хомӯш шавед. чаро маро ҳеҷ кас гӯш кардан намехоҳад? гуфтам ку танҳо меравам. ай намешавад. кани биншинед. илтимос бичин санамҷон майдача. ту ҳам бичин гӯшав. ё худоё тавба. ака ту ҳам бисёри бад воҳима накун. инҳоро нигоҳ кун одамхӯр нестам. нигоҳ кун. یعنی عملیات شروع می شود ها؟ آه برادرم یعنی مولای ساخته می شوی عملیات اجرا میکنی تکرار مادری دانش هست و که اوف این کار چخیل می شود نمیدونم. چخیل می شود؟ ای بچه چی میترسی؟ تجربه تو در این کار بسیار است. تو چند سال دامولای ساخته بودی که؟ شوکت دامولای ساخته را بازی کرده بودم و همش با کمک هجری بود. تو در همه قصال یگان سوره ناموختی؟ چی خیل می آموزم؟ بود رامو اینترنت تمام چیز از سبگی هست یه شجاز کن. شوکت این دیگر کار است. در اینجا با اینترنت حل کرده نمی شود. اقلا در همه وقت 4 سوره از یاد میکردی همه کارات حل میشد. بدبخت من خیال کردم تو در قصال اولیا شده ایروسیا. شوکت وضعیت دیگر است. آنها مافیا هستند. اگر فهمند که دامولای ساخته هستم نماز جنازه مرا میخوند. این را فراموش نکن. آرام باش جورا. من میبیم در همه صفی جنازه میستم عقیب کم کم یاردم میکنم. تو یگان میده اهمیت نداره. نه این عملیات بسیار جدی است. در آنجا دیوانگی نکنی باز. در اطرافم تو رو نبینم. در قصال نخواهد از سوره زیاد نکنی. عیب جورا عیب. شوکت جدی میگویم تو را محکم میکنم. کافی است آخر. جنازه خواندن ثواب بیعقل. پایت را پایان کن آخر. در را کوبیده ایستادن. در را گفتی که خانه ما برای در تبک شو. من در تو در کشوک نیستم حیوان. چی قطق داری؟ وای هجری بیگ شام بخیر که شوکت. در روی نورالین بمرم. چی خیلی؟ شکری خدا. خدا چی خیل هستی؟ شکری خدای مهربان تینجیه. استادم زیاد در درونه؟ در درونه بگذر بدرو. باشه ایرم نکی رنگ گو بوده. استادم زیا گفت. سلام علیکم استاد زیا. سلام علیکم هجری. салом бинандагони азиз,
агар хоҳиши филми ҳидоятро ба таври аслӣ ки аз қисмҳои 2 соата иборат аз тамошо карданро доред, пас ба YouTube канали Сабина HD дохил шуда аз филмҳо дидан кунед. агар филми мехостагиатонро наёфтед, ба мо муроҷиат намоед ва мо дар муддати 12 соат филме ки мекофтед пайдо намуда пахш мекунем. умедворам филмҳо ба шумо писанд меоянд. обуна шудан ва дастгирӣ карданро фаромӯш накунед.